با نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت با رحم. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران. امیدوارم که شما خوب هستین. بر شما سلامتی خواهان هستم. البته دوستان عزیز، برای هر یک ما شما معلوم است روز 13 اپریل یعنی که روز یکشنبه زمین لرزه سخت در حدود جمهوری تاجیکستان، خصوصا در طرفهای ولایت مختار کوهستان بدخشان در ناحیه‌های رشت و غرم صادر شد. البته ویران شدن خانه‌های استقامتی و زخم برداشتن یک عائله و چندین نفران دیگر، این برای ما و شما یک مصیبتی است. مصیبت همش مصیبت است. یعنی که خداوند خود می‌فرماید که استعوذ بالله ان مع العسر یسرا و ان مع العسر یسرا. پس هر یک مشکلی آسانی است و پس هر یک مشکلی آسانی است. البته این یک حادثه هست که وقتی انسان مسلمان چنین حالت را می‌بیند، با جای یک سخن قبیح زدن گوید که پروردگارا تو قادر بودی انا همین حالت را بالای من بیاری. یعنی که مسلمان واقعی آن است که غم یک برادرش را غم خود می‌حسابد، درد یک برادرش را درد خود می‌حسابد. نه اون را که ما مقصد می‌بینیم چنین نوارها را در کامنت‌ها می‌نویسند، میگویند که این غضب خدا هست، این فلان است، این میمدان است. بله برادر، درست است. هر آن چیزی که خدا خواست همان می‌شود. یعنی به امر خدا برگ نریزد ز درخت، گر امر شود نه برگ ماند و نه درخت. با جای سخن قبیح زدن تو بگو سبحان الله، تو قادر بودی انا همین عائله که چنین ضررها را دید، خانه‌هایشان ویران شد، خانه ایمان با جای خانه همین می بود. تو قادر بودی. البته خداوند قادر است. در قدرت و توانایی خداوند البته شک نیست. این هیچ کس شک کردن نمیتواند. اما متاسفانه بعضی انسان ها این را نمیفهمند. به نهایت سخن‌هایی هست در کامنتاری های بعضی نوارها میبینیم ای بچه، ای انسان، ای مردک خوب. مسلمان هیچ وقت این کلمه را نمیگه. مسلمان واقعی اینه که وقتی یک برادر درش میبینه، مصیبتش میبینه، برای خودش قبول میکنه. چون که در اول گفتیم خداوند هممون برای راست هدایت کنه. البته این زمین لرزه برای ما و شما یک آگاهی هست. زمین لرزه این روز قیامت را ولی خداوند خودش در سوره زلزله را نظر کنین بعد معلوم میشه.